حالا از مردم بپرسیم گوشی پرچمدار رو ترجیح میدن یا گوشی تاشو؟ Which one do you prefer? Flagship, of course. Flagship phone? Yes. This one is better. Yeah, I think this one is better. What? Okay. You prefer this one or this one? Just one choice. This one. This Okay. one? Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. It's normal. I forgot all words in English when I see the camera. Yeah, I will choose this one, and I don't like this. And I don't like Android. Flagship. Flagship? Oh, you have already this. What's the reason of this choice? I love the camera. You love the camera. It's amazing. It's really amazing. You can trust this, huh? Yeah. Okay. Did you try this one? No. I didn't know that. You can try it. Wow. That's too big. Oh, this is too big. Yeah. Oh, I prefer this one, definitely. You prefer this one? Yeah. What's the reason of this choice? Because it's that Too big, yeah. This is more comfortable. I'm used to this kind of phone, so that's why. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Thank you so much. روز پنجم لیگ قهرمانان رفتیم کف چین. اینجا رقابت بین دو تا غول چینیه. پیشست پرو پرچمدار هواوی، 14 پرو پرچمدار شیائومی. سدی جون برو واسش. داش دیلی داره. حالا بین این دو تا غول چینی، شیائومی و هواوی، انتخاب شما کدومه؟ به این حرف کیفیت ساخت و نزن که تو اون حاشیه‌های نمایشگرت میشه سیلفی کاش. تو پردازنده هم که اصلا نمیتونی حرفی بزنی. ببین پسر جون، با اختلاف قیمت من و تو میشه یه ساعت و یه ایرپاد خرید. تازه بساط شب جمعه هم جوره. حالا سناریو باحال بود. لحن ناتینگ رو یه ذره چوسی کنم، لحن A54 یه ذره پر رو. دوستان عذرخواهی میکنم، ما تا اومدیم استادیوم رو تجهیز کنیم افتادیم وسط لیگ، دیگه مجبوریم اینجوری صدا رکورد کنیم. بریم استاد، پس اولشو نگم دیگه، گرفتیم اولش. الان رکوردی هم چرا؟ خاص‌ترین گوشی لیگ اومده. تو کدومش میگی؟ 54 S23. تو به جز دلقش بازی هم بلدی. پسر دو تا چراغ میزنی فکر کردی خبریه. یکیشو بگیم خبری نیست، یکیشو بگیم تعریفی نیست. یه جوری تعریفی نداره. تعریفی نداره. آخه هیچ موقع یه لات نمیگه تعریفی نداره. تعریفی نداره. تو اصلا با من قابل مقایسه نیستی. ناتینگ هم شد برند. Ladies and gentlemen, now you can vote between these two fucking guys. بریم.
خوب شد نه؟ بله بهتره. چطوره؟ عالی. خوبه؟ بریم بک. رکورد هم چی رکورد؟ بله. سدی 1800 بیشتر یا 1200؟ 1800. پس چرا یه گوشی $1800 میاد و رجستر میشه، یه گوشی $1200 نمیاد؟ به خاطر که این سامسونگه، این یکی اپله. اپل نمیاد که تو بری سامسونگ بخری. آها، این قدم اول انحصار بود 2 سال پیش. الان داره قدم دومش هم اتفاق میفته. نامه نمایندگی. همون نامه‌ای که چند سال پیش قبل تحریما 4-5 تا شرکت تونستن بگیرن. دقیقاً الان تحریم دیگه شرکت جدیدی نمیتونه بگیره. یعنی دارن یه قانونی میذارن که همون شرکتایی که نامه نمایندگی دارن فقط بتونن واردات کنن. اینجوری یه سری شرکتن که تصمیم میگیرن چه گوشی بیاد، چه جوری بیاد، با چه قیمتی بیاد، چه جوری خدمات بگیره. یعنی ممکنه گوشی محبوب یا نیان یا اگه میان با یه قیمت عجیب غریب بیان. اینجوری انتخاب روز به روز محدود و محدودتر میشه. نامه نمایندگی یعنی انحصار در انحصار. ته این بازی میدونی چیه؟ گوشی بومی. آموتی بس شب بخیر. شب بخیر. بازی فقط بندن این گوشی ها رو نشون میده بهتر. اوکی. فقط بیا صدا رو آره چک بکنیم. فکر کنم توی این مدت پرتکرارترین جوابی که توی کامنت و دایرکت واسه شما نوشتم این بود که بابا به خدا تو مرحله دور اول یعنی 1/8 نهایی گوشی‌ها قرعه کشی شدن خوردن به هم. الو سلام، حالت شد؟ رأی دادی به کدوم گوشی؟ کی رأی آورده؟ ما بابا قرعه کشی شده، به خدا قرعه کشی شده. داداش خدا وکیلی ما رو نمیم مینداختی بالا هاش بزرگ. تقریبا 15 میلیون اما گرونتره. من خودم از یه طرف نمیخوام هر چیزم، از یه طرفم دلم میخواد رفیقمون دهاش بزرگترمون بره بالا. من چی تو مرحله های بعدی ما بریم کم میاریم، ما چی خودمون رو فدای دهاش بزرگ میکنیم. حله جنگ بین سامسونگ و گوگل وسط کویر کنار آتیش و آسمون شهر. ساعت 12:53 ما اومدیم وسط کویر، مقایسه دوتا گوشی رو داشتیم، گوشی پیکسل و S23 اولترا. من فکر میکردم واقعا پیکسل بتونه یه عملکرد خیلی خفنی داشته باشه، ولی بازی سامسونگ خیلی بهتر پیش رفت. حالا بازم بچه ها دارن ویدیو میگیرن، یه آتیش درست کردیم و تصاویری که از شب و ما هم میخواستیم بگیریم عجیب در اومد. یعنی عملکرد سامسونگ جالبتر بود، تنظیمات دستیش بهتر بود. پیکسل میفرسته تو پست پروداکشن، بری تو فوتوز کاری انجام بدی اینا. ولی تجربه سامسونگ من خودم شخصا میشه دوست داشتم که خب حالا مقایسه اصلی اینا رو حتما تو خود یوتیوب و تو ویدیو ریل مهدی ببینید. آره لانگ اکسپوژر که قشنگ ثانیه میزدی تا 30 ثانیه میتونستی راحت با سامسونگ بگیری. روی یه حالتی با پیکسل تونستیم 1 دقیقه هم بگیریم، ولی 1 دقیقه تصویر خیلی خاصی نداده بود. این نکته فقط معلوم بود که شاید ما بلد نبودیم، اما خب یکم بازش بسش تبلیغات. لیگ قهرمانان رو بیت موبو برو درسته بعید میدونم ببری کلو اومدی یک چارو به پا نخوری تلو بذار پرچم برات باشن صف جلو زیر پام لک میکنم تو رو کمتر یه رو چی شد صدا اومد از دور و ورو آیفون 13 پاشو جمع کن برو با تو حرفینی بگو بیا مکس و پرو میشی 2 سال پیشمون میخوره تو رو تو خوبی که اصلا معلوم نی رفیری پکی ای فاین در اومد تو خوبی که معلوم نی اصلا رفیری تو خوبی اصلا ای بابا تو خوبی که اصلا معلوم نی رفیری پکی مردم آیفون کردن شدی گنده الکی صفحه نمایش 60 سی تو بگم بکی حتی نمیشه اجرا کرد رود اپ بانکی
همون عکسمو خیلی میگیری بعد دسته یوغور 38 تومن شدی من خنده روده بود 16 تومن باید باشی تو هم خونه بود کل آیفون و سامی هیچ وقت نمیشه قدیمی رأی شما کدومه؟ سنی تو شروع شد. بگو چرا آیفون 13؟ مهدی 15 ثانیه وقت داریم بگیم کدوم گوشی بهتره. ایرتو دوست دارم که شروع کنه. سنگ کاغذ قیچی. برو بریم. شارژ دیش که خیلی خوبه. یه آداپتور 120 وات هم تو جعبه است که کارو براتون تموم میکنه. It was amazing.